بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد و ثنا و صفت است به الله سبحانه و تعالی که ما و شما را فرصت عمر و توفیق و استقامت نصیب کرد که باز هم در درسی از درس‌های عقیده توحید اشتراک بکنیم. دوستای عزیز، موضوع امروز ما و شما عبادت‌های فکری هست و اگر به یاد داشته باشین در درس‌های قبلی ما و شما گفتیم که عبادت‌ها 6 قسم است. اولش عبادت‌های فکری هست، باز عبادت‌های قلبی هست، سومش عبادت‌های زبانی هست، چهارمش عبادت‌های بدنی هست، پنجمش عبادت‌های مالی هست و ششمش عبادت‌های تشریعی و تقنینی یا قانونی هست. متاسفانه دوستای عزیز، امروز بعضی از عبادت‌ها کاملا از ذهنیت‌ها برآمده و اما تو با گذشت زمان یا استادایی که تدریس میکردن قصدن این کار کردن به خاطر اطاعت از نظام هایی که مانع بیان تمام واقعیت های اسلامی میشه و یا به شکل از اشکال بدون تحقیق. حال بسیاری کسا را اگر شما فکر بکنین وقتی از پیشان درباره عبادت پرسان میکنین، اینا میگن که عبادت مثلا عبادت بدنی هست، بله زبانی بعضی عبادت ها را میفهمن، و عبادت های مالی را مثلا اگر برشان پرسان بکنی عبادت فکری، شما اصلا میگه ما در عبادت فکری نشنیدیم، عبادتی که به فکر تعلق بگیره. و یا مثلا عبادت های قلبی را بسیاری کسا فراموش کردن و به می قسم عبادت های قانونی یا تشریعی که تطبیق حکم الله هست، این خب بیخی از بسیاری کسا از امو ذهنیتشان برداشته شده و اصلا عبادت های فکری را انجام نمیتن و قانونی را هیچ در نظر نمیگیرن. به می خاطر هر کسی هر قانونی که در موردشان آمد او را اطاعت میکنن و فکر نمیکنن که وقتی از قانون کسی از حکم کسی اطاعت کردی، این هم در اصطلاح اسلام یک عبادت است. امروز میم سر عبادت های فکری. اصلا عبادت فکری عبادت است که انسان از نگاه فکر خود در بعضی از مسائل به کار برده و فکر خود از بعضی چیزها حفظ بکنه. یعنی دو بخش داره: به کار انداختن فکر در بعضی از مسائل و وقایه فکر از بعضی از مسائل. مثلا ما و شما در عبادت های فکری چند قسم عبادت داریم. اول تفکر است. در آیت قرآن الله متعال میگه که ان فی خلق السماوات والارض، یقینا که در خلقت آسمان ها و زمین، و اختلاف اللیل و النهار، و در اختلاف شب و روز، لآیات، دلائل است به قدرت الله سبحانه و تعالی، لأولی الالباب. اولی الالباب کی است؟ یعنی کسایی که دارای قلب سلیم هستند. حال اینا را الله متعال میگه که اولی الالباب کی هستند؟ الذین، کسانی که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، که الله سبحانه و تعالی در حالت ایستاده، در حالت نشسته و در حالتی که به پهلو خفته، در هر سه حالت الله متعال اینا چی میکنن؟ ذکر میکنن و یاد میکنن. و دیگه صفتشان چی هست؟ دیگه صفتشان الله متعال میگه و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اینا تفکر میکنن و تدبر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین. این عبادت فکری هست، تفکر. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان ها و در خلقت زمین. و باز آیات دیگه میگه که مثلا شما در حیوانات تفکر بکنید و فی انفسکم، در نفسایت. اینا نتیجهش چی میشه؟ باز نتیجهش است که میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یا رب، توی مخلوقات باطل خلق نکردی، پاکیست را یا الله ما را از عذاب دوزخ نجات بده.
آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت فکری میکرد؟ امام مسلم یک حدیث صحیح بیان میکنه. عن ابن عباس حدثه، میگه عبدالله ابن عباس به کسی که روایت میکنه این حدیث میگه بیان کرده بود که انه بات عند النبی صلی الله علیه و سلم ذات لیله. عبدالله ابن عباس میگه که من یک شب پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم شب در منزلشان سپری کردم. فقال نبی الله صلی الله علیه و فقام، پس میگه برخاست نبی صلی الله علیه و سلم من آخر اللیل، در آخرین قسمت از شب، یعنی به نماز تهجد برخاست. فخرج فنظر فی السماء، میگه بیرون شد رسول الله صلی الله علیه و سلم و به طرف آسمان نظر کرد. ثم تلا هذه الآیه، میگه باز دیدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیت قرآن تلاوت کرد که در سوره آل عمران است: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار، حتی بلغ، تا که میگه در ختم آیت رسید که فقنا عذاب النار. ثم رجع الى البیت، میگه باز به خانه برگشت. فتسوک، تسوک چی معنی؟ پس مسواک کرد. و توضأ، و وضو گرفت. ثم قام، باز میگه برخاست. فصلى، باز نماز خواند. ثم اتجع، باز به پالو به خواب رفت. ثم قام، باز برخاست. فخرج فنظر الى السماء، باز مرتبه دیگه به طرف آسمان سیل کرد. فتلا هذه الآیه ثم رجع فتسوک فتوضأ ثم قام فصلى. این حال شما ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم در تهجد خود وقتی به نماز تهجد برمیخواستند و وقتی که نماز صبح میخواندند، قبل از تهجد عبادت فکری میکردند. بیرون می‌آمدند، به طرف آسمان نظر میکردند و آیات قرآن تلاوت میکردند. یعنی ما خودم شخصا امی عبادت متاسفانه نکردیم. و باز که مثلا مرتبه دیگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم باز مرتبه دیگه برمیخیزه برای نماز صبح که چی میکنه؟ باز میبره، باز عبادت فکری میکنه، به طرف آسمان میبینه و این آیت تلاوت میکنه، باز میای مسواک میکنه و وضو میکنه و نماز خود میخونه. یعنی عبادت است که این عبادت کاملا فراموش شده از مردم. چرا گفته نشده؟ یعنی ما خب امی عبادت سن ما بسیار کلان شد. حتی در مدرسه ها کس برای ما نگفت که عبادتی به نام عبادت فکری هست و یا این قسمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به این شکل عبادت میکرد. امام نووی رحمه الله میگه که تلاوت این آیت، نظر کردن به آسمان در هنگام بیدار شدن شبانه از خواب مستحب است، زیرا در آن بزرگترین تدبر می باشد و هرگاه خواب و بیداری و برآمدنش تکرار شد، تلاوت تکراری آیات نیز مستحب است، چنانچه در حدیث شریف گفته شده است. و عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چی میگه؟ میگه رکعتان مقتصدتان فی تفکر، اگر شما 2 رکعت بخوانید با تفکر و تدبر که در آیات قرآن تفکر بکنین، در معنی آیات تفکر بکنین، میگه خیر من قیام لیلت بلا قلب، میگه بهتر است که تمام شب شما عبادت بکنین و قلبتان در اینجا چی نباشه، یعنی با قلب یا با تفکر قلبی و با امو ادراک قلبی عبادت نکنین. ابو دردار رضی الله عنه چی میگه؟ میگه تفکر ساعت خیر من قیام لیل من قیام لیلت. اگر شما 1 ساعت میگه عبادت بکنه، تفکر بکنین، این میگه بهتر است از قیام، یعنی از عبادت 1 شب. 1 ساعت عبادت فکری بهتر است از 1 شب عبادت بدنی. متوجه هستین؟ عامر ابن قیس رحمه الله میگه من از چند تن از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که میگفتن ان ضیاء الایمان او نور الایمان تفکر. میگفت روشنی ایمان و نور ایمان در چی هست؟
در تفکر است که انسان مسلمان تفکر بکنه. عبدالله ابن عتبه میگفت که من از ام الدرداء رضی الله عنه سوال کردم که از ام الدرداء رضی الله عنها سوال کردم که بهترین عبادت از ابی الدرداء چی بود؟ میگه من پرسانش کردم که شوهر خودت خو صحابی بود، ابو الدرداء رضی الله عنه، بهترین عبادتش چی بود؟ گفت تفکر و الاعتبار، تفکر میکرد و عبرت میگرفت. و حسن بصری رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه افضل العمل الورع و التفکر، بهترین عمل چی هست؟ امو ورع هست، یعنی زهد و تقوا هست و تفکر است. و لقمان حکیم رحمه الله چی میگه؟ میگه ان طول الوحدة افهم للفکر، اگر زیاد تنها بشینین این به تفکر بسیار خوب است. و طول فکر دلیل علی طریق الجنه، و زیاد تفکر کرده این میگه راهنمایی هست برای داخل شدن به جنت. و بشر ابن عارث حافی رحمه الله میگه لو تفکر الناس فی عظمت الله، اگر مردم در عظمت و بزرگی الله تفکر بکنن ما عصوا الله، ابدا نافرمانی الله را نمیکنن. عبدالمجید وعلان یه عالم دیگه چی میگه؟ میگه التفکر یزید الایمان فی القلب، شما اگر تفکر بکنین در قلب ایمان شما را زیاد میکنه و یقویه و او را تقویه میکنه و یرسخ یقین، و یقین شما را بسیار راسخ میسازه. و یجلب الخشیت لله تعالی، و خشیت و ترس الله را در قلبتان چی میکنه؟ جلب میکنه. و تعظیمه و همچنان تعظیم الله سبحانه و تعالی. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چی میگه؟ میگه فکرتون فی نعم الله عز وجل، میگه فکر کردن در نعمتهای الله من افضل العبادات، بهترین عبادات است. شنیدین؟ کسی گفته؟ کردین؟ متاسفانه. و یکی از خطبای اسلام چی میگه؟ میگه عبادت تفکر از عبادات است که متاسفانه امروز در زمان ما مردم او را فراموش کردن. عبادت فکری را اصلا هیچ کسی را عبادت فکر نمیکنه. پس تفکر یک عبادت است.